قلب‌های ما با 10 چیز مرده است. الله را شناخته حق او تعالی را ادا نکردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشته سنت ها را ترک کردیم. قرآن را خواندیم اما با آن عمل نکردیم. نعمت های الله را بخوردیم لیکن شکر نکردیم. گفتیم شیطان دشمن ما لیکن گفته او را اجرا کردیم. گفتیم که جنت حق است لیکن عمل اهل جنت را ترک کردیم. گفتیم که دوزخ حق است لیکن از عمل اهل دوزخ نگریختیم. گفتیم که مرگ حق است لیکن به مرگ تیار نشدیم. از خواب خیستیم عیب مردم را جسته عیب خود را فراموش کردیم. مرده ها را دفن کرده اما عبرت نگرفتیم.